این یک ویدیو پاوربی از کانال یوتیوب نیما ای نادری است. لطفاً آن را سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار آن را هم بزنید. آنچه در قسمت 323 سریال شربت زغالخته می‌بینیم و می‌فهمیم این است: انفجار دعا. دعا در رستوران و سپس در خانه فاتح را به شدت تحقیر می‌کند. او معتقد است فاتح هنوز با گذشته‌اش درگیر است و درخواست طلاق می‌دهد. فاتح سعی می‌کند توضیح دهد که این نقشه آسیل بوده، اما دعا باور نمی‌کند. درگیری فیزیکی در شرکت. فاتح که کنترلش را از دست داده در شرکت به آسیل حمله می‌کند و او را کتک می‌زند. آسیل با خونسردی نقش قربانی را بازی می‌کند تا فاتح را بیشتر خراب کند. سردی فیراز و نورسما. فیراز که از رفتارهای خشک نورسما و نصیحت‌های مادرش خسته شده، با زنی به نام دمت درد دل می‌کند و می‌گوید از عذرخواهی کردن خسته شده است. رابطه آنها رو به سردی می‌رود. تهدید ناشناس. عمر همچنان کابوس می‌بیند که من انجامش ندادم. در پایان، ایشیل یا شخصی مرتبط با راز قتل پیامی تهدیدآمیز دریافت می‌کند. یک کیک با پیامی که می‌گوید کیک آشناست؟ قاتل. کسی از راز جنایت خبر دارد و باج می‌خواهد.